ماشین این رفیق رو ما دزدیدیم. راست میگوید؟ وای چیزی گوید درست است. من عمر شما رو در نظارت خانه کوتاه میکنم. انتظار باشید. تو با ماشین سوار شدم، مرا تعقیب کن. رفتیم. یک عزیزم یوازی نامدار رو بید و چه احوال گرفتار شده؟ باز قاتل نشده؟ از روی تو به دستانم دست بند زدند. پروا نکن عزیزه، تو رو از این بلاها خلاص میکنم. من در برات هستم. من هم تو در پیشم هستی گفته ترسیدم. عزیزه در پیشتون میترسد. در پیش من خود رو در امان حس میکند. این سیاحت همه چیز رو حل میکند بختیار. من تو رو حل میکنم، تو پروا نکن. تو آن رو با من گفتی؟ نه من این رو با تو نگفتم. نه با کی گفتی؟ با من نگفته باشی با کی گفتی؟ تو چی ها گفته ایستاده حاضر وقت امید است؟ با خدا که من با تو نگفتم. این چی گفتن اگر پس خودم با خودم گفتم؟ خودم با خودم گم میزنم. من همین خیلی اکستر دارم. این خیلی با میانه گم زدن حق نداری برادر. پلیس دولتی هست اینجا. در میانه بودگی تونستی که رفیق پلیس. در میانه بودگی منم. حالا در میانه اساسی این ماشین من هستم. من در میانه منم. در مرکز هستم. در مرکز همه با من گم میزنند. دعا کن که در بری من نیستی. نباشد تو رو میبردم مرکز رو میدیدی. در مرکز وحشی. بختیار اصول استفاده بردن ماشین پلیست با عقلان است، لیکن بسیار وقتت رو نگذرون. جنیر در این بازی وقت اساس است گفته است. پسری پدرم هست، سخنش معتبر است. هم من آمادگی خاتمه رو دیدم. یک خاتمه عالی جنابی می شود. ماهای اپریل می نشده این خاتمه باید شود. ماها نگذشته عزیز جان باید از من شود. رفیق پلیس کمتر گاز رو زیر کنه، تیزتر رویم. تو چی خیلی آدم هستی؟ برای با شما پلیس رفتن به تو خشوده ایستادی؟ با همان مانند آنخیل نه. در مرکز من هستم که از روی همین گاز رو زیر کن میگوید. دلمت رو گیر. رفیق پلیس یک چیز میپرسم. در اصل شما دو کسی از جای نمیگردید. برای چی شما تنها گشته ایستاده؟ شما گرگی تنهایید؟ نپرس. وقتای آخر کارها اصیت زیاد است. دیگه رفیقم اجازت گرفت. کودکش با تو چی هم؟ با تو چی؟ بی نمود باز ما نخل کرده ایستادم. همین خیل هم میشود رفیق پلیس. میشود همین خیل. کاری پلیس چی از گناهگار را دستگیر کردن. شما رو بینید این لباس پرشن را پوشیده، برف، سرما، زمستان، قیامت نگفته، چشمتان را هیچ نپوشیده گناهگار میکابید. آن رفیقتان چیکار میکنند؟ نه از رابر اجازت میگرفته است، نه کودکش بیمار بوده است. همه وزینی به سری تو میآید. تو غلامی مگر؟ با تو چی؟ با تو چی ابله؟ کله است با تو چی؟ کلدم به کاری پلیس دخالت نکن. رفیق پلیس ما در همین جایها در طرف راست فرامده میتوانیم. باز تو چه میگویی؟ به کاری پلیس دخالت نکن. رفیق پلیس در یکان جای مناسب می فرامدگی ها هست. ما آمده رسیدیم. ما را ببخشید شما را چون مشروط استفاده کردیم، لیکن ماشین برای خدمت های دولتی است. ما هم مالی دولتیم. مالش شما را در همین نزدیکی ها میفرارم. حاضر میفرارم، لیکن پولش رو از قفا ندادند. از قفا؟ چی ها میگوید؟ چی ها میگوید؟ من برای شما مشروطه هستم. از سوی شما از پلیسی بیزار شدم. خدایا توبه. در یکان جا فراییم گفتیم رفیق پلیس. حاضر من به شما نشان میدیم. فرایید کنی فرایید. کنی گفتن چی میگفتی؟ من یگان چی نگفتم، انیل گفتم. گذر کنی گذر. تو چی گفتی؟ من نگفتم، انایی گفت. گذر کنی گذر. تو چی گفتی؟ چی گفتم؟ یک نافهمی شده است. ما را آزاد کنید گفتم. چی خیل نافهمی؟ چی خیل نافهمی؟ وای شکایتش رو گشته گرفت است. راست میگوید؟ وای چیزی گوید درست است. از این ها شکایتچی هستی یا نه؟ نه جنابی پلیس، شکایتچی نیستم. آنها دیدید؟ رفیق پلیس ما رو آزاد کنید رویم. بله ما رو آزاد کنید. اگر شکایت نیست گناه هم نیست. اگر بار دیگر از پیشم برایید
میدانم با شما چیکار کنم. تو خنی با ماشین گذار. در شما میفهمیم که شکایت داری یا نه. گم شوید. رفیق پلیس دستبندها رو کشوید. گیرت وید هم از شما شود. این طرف بیا باز زیر نکند. بیا اکنی کشو. تشکر رفیق پلیس. این رو هم آفرین، حیلت با من معقول شد. برای خاتمه 20 دقیقه آخر. بسیارش گذشت، کمش موند. فقط یک حصه خاتمه همون کم بودی است. بعد تو رو میگرونیم، لیکن زیق نشو. اگر در وقتش رسی نزدیکانت زنده میمانند. اینها رو گیر. با ماشینی نظمی میرویم. رفتیم. علم جان حالا مشغولم. بعدی 5 دقیقه زن. چی کار میکنی که مشغول هستی؟ در ادای وظیفه. از من مهمتر است؟ این میشود مگر همین خیلی. در دنیا برای من از تو مهمتر دیگر یگان چیز هست. هستی من با تو فدا گردد علم جان. فربهک با تلفن گپ زده ایستاده است. بختیار رفته تلفنش باز دستش گیر. مخالف قاعده های باز است. این دیوانه چی کار میکنه؟ دیوانه تو چی کار میکنی؟ تلفن ممکن نیست. تو با کی گپ زده ایستاده بودی حیوان؟ تو بار حیوان. در اینجا حیات آدمان در خطر است. کاری کردگی این حیوان را بینه؟ فربهک از بازی رونده شد خبر کن. از این پس 3 نفر هستید. کنی زود باش. تو نمیروید، ما میرویم. من چی کار میکنم؟ تو چی کاری که میکنی کردن گیر. من این تلفن را گیر در رفتیم. سوار شدیم. میرویم. انتظار شما را علم جان حاضر بمایم. 10 دقیقه آخر بختیار. این خیل میکنیم. در دوام این 10 دقیقه آخر تو مرا تعریف میکنی. تو چی گفته ایستاده ای؟ من یگان چی نگفتم بختیار؟ با من گپ نزن. تعریف کردن را سرکن کنی. گوش کن. رابط رو بزرگ داشته ایستادم. با نازنین میل کرده است. بچه خوشرو است. مشکلات میشود. یا من تو رو کنی مرا تعریف کن. وای گوی فؤاد در اصل آدمی بد نیست گوی. فؤاد در اصل آدمی بد نیست. تو چی میگویی؟ من نفهمیدم. در حقیقت تو چی گفته ایستاده ای بختیار؟ این فؤاد میگویم که در اصل آنقدر آدمی بد نیست. هر کس شخصا خودش خوب است، بلکه حادثه های بدی از سرش گذشته وی را به این حال میآورد. این قسم رو گذر روی راست تعریف کردگی همچون بریلیانت است گوی. گولی در تیر ما شکفته گوی. یا اینکه وای گوی اگر دوست دارد از صدق دل دوست ندارد گوی. بله این آخرانش را با احساسات ایفاده کن. این فؤاد بای هست کو مثل بریلیانت است، مثل بهار است. اگر دوست دارد از صدق دل دوست می‌دارد. نیستا دوام ده. وقت رو بهوده گذرانده ایستاده ای. گوی که پدرت رو فؤاد نکشته است. پدرت را کشتن فؤاد ناممکن است. چه خیلی وای کشتگی هست میگفتی کو؟ چرا بهوده گویی میکنی بختیار؟ خطا کردم. فؤاد نکشته بود است. بسیار عزیز. نباشد که کشت. جواب این سوال در خاتمه نهاد است. حالا باشد گز رو زیر کن. 7 دقیقه موند. انجینیر سورپریز کردن رو نقص میبیند. ممکن که در جای طاهر بوده یکان بمب جایگیر کردگی باشد. برای همین زودتر باش. مادر من بسیار گرسنه شدم. پدرم برای چی دیر ماند نمی آید؟ من از کجا میدونم طاهر جان؟ اگر نجات دادنی باشد تو رو نجات میدهد. به این هم مرا نجات نمیدهد. مرا گناهگار کرده میکشد. نه مادر، پدری من انسانی خوب است. کارهای بد نمی کند. و تو همین خیل فکر کن.
بسیار تغییر یافت. مرا بسیار دوست می‌دارد. تو را هم دوست می‌دارد. دوست نمیدارد پسرم، دوست نمیدارد. تو را نبینم گفته پنهان کرد. چقدر دوست میدارد. اگر پدرت آمد باز به من هجوم کند بعد چی میشود؟ چیکار میکنیم؟ پدرم این خیل کار نمیکند مادر. خیر کنی بینیم. گیره نکن توهیر. بین هم از ترس حاضر خودم گیره میکنم. توهیر التماس گیره نکن. اوه پسرم، اوه پسرم. برای خاتمه بزرگ 5 دقیقه آخر. در خاتمه هر کس خواستگیش را میگیرد. تو عائلت را، من جای تو را و دوست داشتم را. این چی است؟ باز چه شده ایستاده است؟ انجینیر در خوردیش هم بسیار بی‌آداب بود. مانع گذاشته است احمق. از من نبین بختیار. کنی از ماشین فرامده دویدن رو سر کنید. در گذشته ماشین از کجا بود میخینه؟ کنی زودتر باشید. برادر مانده نباشی. ما بسیار یک کاری عاجلی داریم. ماشینت رو به یک طرف نمیگیری؟ آبی ماشین جوشیده است نمیرود. برادر ماشینت رو به کنار گیر. اگر نرسه میمیرن. مسئله حیات و ممات است. تاجیکی گپ زده ایستادم نمیفهمید. آبی ماشین جوشیده است نمیرود. ممدوی ابله هم از بازی رونده شد. آیده بازی گپ زدن ممکن نبود. ممدو تو نمیوی. ما با عزیزه میرویم. بیا عزیزه. اکنون چیکار میکنیم؟ کمتر دیگر رامون پیاده میرویم. برای چی من نمیرفتم؟ قاعده همین خیل بود است. رفتیم عزیزه. کمتر دیگر ماند. 3 دقیقه دیگرتون ماند. زودتر باشید. تیستر جانم. این مسخره بازی تو را من توف کردم. برای چی با من حقارت میکنی ها؟ تو یک با من اینجا بیا موتورت رو کنی بینیم. پدر امیر اومد. از دیگرها درک نیست. برداشته بیارید آن ابله را. خندان چه نقشه دارد؟ طاهر را به کجا برده است میفهمیم. مایلش پدر. خندان مرا انتظار باشه می آیم. امسال تکرار ندارم. حیاتم را به حیاتت یک جای کنی می آیم. برای به یک بالش سرماندن می آیم ایلیم. پدر جون خوش آمدی سگ. خوش باشی پدر جون. من نزد ایله میرفتم. چخیل به اینجا آمدم. بین من هم با استراحتگاه میروم گفته خود را در زیر غار یافتم. پدر کی شب شد که من خواب رفتم ها؟ چخیل شب برزگاو. بین حالا امروز است. در روز هم خواب میبینند؟ من از کجا دانم؟ در حجرات خواب بودی. من هم زیغ نشود گفته به خوابت داخل شدم. داخل شدی؟ در آمدم
نمی درآمدی خوب بود. خیر همین خیل. پدر جان من آخرین بار برای ایلیم تیاری می دیدم. حتی کاستومی کبود پوشیدم. بین از پایان نافت برآمده است. خیلی جمعیه. خودت میدونی. باری آخر عدی کلان مالی ایستاده بودم. پدر جان با واخوریم با ایلیم دل نمیمونم. نه آن واخوری مفخوف گذاشته شد. اینه این خیل نکن پدر جان. التماس گذار که من روم به ملاقاتم مانع نشو. 35 سال است که من این لحظه رو انتظار. دمت را گیر. ملاقاتی تو با مرگ می شود. شب اول در قبر با کرم و حشرات ها هم خوابه می شوی. این خیل نکن پدر جان. التماس نکن. نوده و مخشه های عشقم را نشکن. مرا به عشق نگذار پدر جان. معلوم می شود که کارها را همین قدر پیش بردی. بله. در تلفنش مرا پوپسی گفته قید کرده است. پوپسیک؟ دوست نمیداره میگوید لیکن دوست میدارد. خیر نقص. تشکر پدر جان. خیال ها کن. حیاتی عائلوی را آغاز کن. دوست دار. دوستت دارن. خوشبخت باش. پدر جان تو چه خیال دمی؟ ما تو را از اون قدر جری پرتوفتیم تو حالا هم خوشبختی ما رو فکر میکنی؟ البته که فکر میکنم. خوشبخت باش. بسیار خوشبخت باش. آنچنان خوشبخت باش که در لحظه بهترین خوشبختی تو را از حیات کشیده میگیرم. آنچنان کشیده میگیرم که فراموش نخواهی کرد. کشیده نگیر. چیزهای از دست میدادگی چقدر زیاد باشه همان قدر عذاب میکشی. عذاب میکشم. در میان چخوری تاریک برای همه لحظه های خوشبختی علاهیده عذاب میکشی. نکن پدر جان. رنج میکشی. برای لحظه خوشبختی از سر گذراندت لعنت میخوانی. پدر جان برای چی این غضب هیچ کم نمیشود؟ برای چی دائما به خوابی من میدرایی؟ برای چی برآمده نمیروی از خوابهایم؟ چی میخواهی از من؟ روحت را از بدن با چنگالک کشیده گرفتن میخواهم. رگهایت را از بدنت کندن میخواهم. با آن جری که مرا پرتافتید تو را زنده به زنده گراندن میخواهم. هر موج آبی که به ساحل میزند با تمام سوراخی های جسدت در آمده برآمدنت را میخواهم. چقدر نفرتت به من زیاد شده است پدر جان. نکن میگویم. مرا از عقلت برار. ترک کن مرا. بس کن. خندان برای چی طاهر را دزدید؟ تو آن را از کجا میدانی؟ مرده ها همه چیز را میدانند. تلفن زنگ میزند. آنی خیلی است. این چگونه میدانی فراگیری موج است؟ در خواب انسان با یگون که زنگ میزند؟ جواب ده مایلش. جواب دادن نمیتوانی. به این هم حالا تلفن زنگ نزده ایستاده است. تو فکر کرده ایستاده ای که زنگ زده ایستاده است. حاضر گپ زدن خواهیم نمیتوانی. با خدا گران کردی پدر. بله. این چه حال است؟ این حال مرا نیست میکند پدر. بسیار میترسم. هیچ نباشد یک مدت از حیاتم دور شو. بله دور میشوم. به خدا دور میشوم. لیکن در حقیقت دور میشوی پدر. دور میشوم لیکن اول تو را به کناره های مرگ میکشم. در آن کنارها ایلیم گفته ناله میکنی لیکن آوازت را کسی نمیشنود. نکن پدر جان. میکنم. نکن. خندان طاهر را به کجا برد؟ این جنیری ابله یک بازی بد کرد پدر. خندان و طاهر را دزدیده است. و ما هم اگر شما آنها را در 2 ساعت یابید خلاص میشوید گفت. همین خیل گپ یعنی. تو برای چی در اینجا هستی؟ من با ایلیم گپ زدم و از بازی رانده شدم. همین خیل؟ برای یک گپی زن شده حیاتی پسرم را در خطر گذاشتی. فقط با وی زن نگوید پدر. وی ناموسی من است. حیاتم، معنای حیاتم، همه چیزم. آن قبر کن. خندان و طاهر را نجات داده توانست. انیق نجات داده کیست. از دستی به یگان چیز خلاص نمییابد. پدر جان اکنون من بیدارش نمیتوانم. من به دستی تو یک کلتکی میخ دار میدهم.
تو با آن کالتک بسرت زده زده خودت رو میکشی. نکن پدر جان. میکنم نکن. پدر جان نکن التماس. قربان شما مکن مرا به حالم گذار. به عشق منو اهل مانع نشوی التماس میکنم. از بینمون برو اکنون. تو به این عشق داخل شده نمیتونی پدر جان. ما با اهل فردا یا پس فردا خانه دار میشم. تو اگر این خیلی زود به خوابم دروی به حیات اویلوی ما ضرر میرسونی. اهل من رشم میکند. با تو بسیار تکلیفی نقص دارم پدر. اگر به خوابم در آمدن را بس کنی و تو هر روز جمعه یاسین میخوانم. بس کن. رو به خودت یاسین را خوانان. از من بیشتر تو احتیاج داری. من نمردم کو. ای قرآن برای مرده ها نه، برای زنده ها است. هرچی گویی همان است. همین خیل. پدر جان خواب ها از هم از 3 ثانیه دوام میکنند. من بعدی بیدار شدن از جای ماندگیم دوام داده میتوانم. یعنی با ساعت خواب پلو ساعت چند است؟ چی کار میکنی؟ علم انتظار نباشم گفتم. دوزخ دستانش رو کشاده تو را انتظار است. انتظار دیگر کسی نیست. با این تیریزه یا دیوار خود را زنم انیخ بیدار میشوم. این چه خواب است که تماشبی ندارد. چی گپ است؟ چی کار میکنی ای بچه؟ ایستا! خواب نبوده است. ای اروا چی کار کردی؟ پدر جان دیوانه برآمدن نتوانست. خواب نبوده است. салом алайкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд зан занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production зан занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз заргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. پسرم جانم. پدر طاهر پسرم، طاهر جان، جان من. رفعت به خدا من یکون کار نکردم. گفتن که تو در اینجا هستی، برای همین اومدیم. تو خوب هستی همین خیلی طاهر جان؟ تو خوب هستی جان من؟ همین خیلی نه؟ من خوب هستم. خیر همش گذشت، نترس. من نترسم؟ بله تو، البته که تو حالا از من در غضب نشدی یعنی؟ نه، برای چی در غضب شوم؟ دیدی مادر، پدرم تو را جنگ نمیکند، تو را دوست میدارد. گفته بودم پدر مادرم را در آغوش میگیری. پسرم طاهر. پسرم مادرت را یعنی التماس پدر، مادرم به من باور نمیکند. من با وی نگفتم که چنین گوید، یعنی با آغوشگیری و دیگر چیزها. التماس پدر جان، التماس میکنم پدر جان. خیر میلش، بیا تو را با آغوش گیرم. خیر بیا آغوش گیریم. عزیزه جان، باز نادرست نفهمی؟ برای چی نادرست فهمم؟ برای من فرقش نیست. چی کاری میکنی کردنگیره؟ طاهر جان با تو یگان چی نکرده؟ نه اپای عزیزه. زنی اولاد با پسرت میتوانند که روند. قسمت خاتموی رو با تو و عزیزه جان بازی میکنیم. حاضر طاهر جان،
ҳозир модарат туро гирифта ба хона мебарад. майлаш? хандон, ту вайро ба хона бар ҳарчи зудтар. نه من از تو جدا نمیشوم. тоҳирҷон, илтимос ба ман гӯш кун. модарат туро ба хона мебарад. кани ба хона. ба кадом хона меравӣ? ба хонаи мо. ба хонаи шумо? бале, ба хонаи мо. кани зудтар вақтро нагиред. кани равед. тоҳирҷон, равед. лекин аз ман хафа наша, майлаш. хафа нашудам. барои чӣ хафа шавам? тамом дар хона писарам. вомехӯрем. падарат ба хона меравӣ мегӯям. хайр. акнун ба мавзӯи асосиямон биёем. чӣ мехоҳӣ? гап зан. ба ман гуфтӣ? не, ба ту нагуфтам. худам ба худам гуфтам. барои чӣ ман дар инҷо мондам? ман ҳам ҳамонро гуфтанӣ будам. вахтиёр, ба азиза айтекин явузро куштанатро эътироф мекунӣ. боз ба ман гап нагардонӣ. нозанин дар назм аст. аз хотир набаро. иншоаллоҳ кӯдак аз рифат мебарояд. не, ин чӣ фарқ дорад? ба ҳар ҳол кӯдак аз рифат намешавад бе ин ҳам. хайр, барои чӣ маро ба инҷо овардӣ? набошад барои чӣ ба инҷо не, омадӣ? мо донем. ба он нигоҳ карда рафтор кунем. санҷиш ё ягон кори дигар карданӣ шаванд, мо аз рӯи он чораҷӯӣ кунем. хайр, майлаш. лекин ман ҳис мекунам ки он кӯдак аз рифат аст. خانم جمیله مرحمت گیرید روزتون بخیر باشد. تشکری زیاد. ташаккури зиёд. خیر از کی بوده است؟ وای در حقیقت کودک از من بوده است. لیکن تو پروا نکن. این گپ در بین هر دویمان میماند. چی رو انتظار داریم؟ گپ زن کنی؟ айтекин ро ман куштам гӯй. چی نگاه داری؟ گپ زن. азизам, ман تو 5 сонияи охир. агар нагӯӣ умри нозанин ба охир мерасад. азизам, ман فهمیدم. چی میگویی؟ تو چی؟ 2 сонияи дигар монд. падаратро ман куштам. چی؟ تو نکشته بودی که وقتی پدرم کشته شدن تو در انبار نگاه داشته شده بودی. اثبات کردنی بودی که قاتل پدرم رو میابی. ҳамааш дурӯғ буд гӯй. ҳамааш давом деҳ. нозанин дар пешам аст, медонӣ? ҳамааш дурӯғ буд. акай айтекинро ман куштам.